به نام خدای مهربان و روشنایی بخش دلها. سلام به شما مادران و پدران قهرمان، به خصوص شما مادران شاغل شگفت‌انگیزی که هر روز بین دنیای کار و دنیای لطیف فرزندتون در رفت و آمد هستید. من شکوفه شریفی هستم و اینجا در کانال مرکز رشد درخشان میخوایم با هم بزرگترین دغدغه شما رو به یک فرصت طلایی تبدیل کنیم. وقت ندارم. این جمله چقدر براتون آشناست؟ چطوری با این همه خستگی و کمبود وقت بهترین مادر برای بچه‌م باشم و به رشد ذهنیش کمک کنم؟ این سوال هزاران مادر مثل شماست. امروز قراره به شما بگم که جواب این سوال در زمان بیشتر نیست، بلکه در کیفیت هوشمندانه زمان شماست. امروز قراره فرمولی رو با هم یاد بگیریم که با اون حتی در کوتاه‌ترین زمانها عمیق‌ترین تأثیر رو بر ذهن و روان کودکمون بذاریم. پس با من همراه باشید تا ببینیم چطوری میتونیم قهرمان دنیای فرزندمون باشیم، حتی با یک برنامه کاری فشرده. خب بیایید با یک باور اشتباه خداحافظی کنیم. این باور که مادری خوبه که 24 ساعته در کنار بچهش باشه. علم روانشناسی امروز به ما میگه کیفیت حضور هزاران بار مهمتر از کمیت حضوره. کودک شما به یک مادر همیشه حاضر ولی خسته و بی‌حوصله نیاز نداره. کودک شما به یک مادر شاداب با انگیزه و متمرکز نیاز داره، حتی اگر فقط برای 1 ساعت در روز باشه. پس قدم اول اینه عذاب وجدان رو کنار بذارید. شما با کار کردن دارید الگوی یک خانم قدرتمند، مستقل و هدفمند رو به فرزندتون نشون میدید و این خودش بزرگترین درس زندگیه برای فرزندتون. راستی اگر این موضوع براتون مهمه و حس میکنید این پادکست میتونه بهتون کمک کنه، خوشحال میشم همین الان حمایتمون کنید. اگر عضو خانواده ما هستید که با لایک و نظر ارزشمندتون بهمون انرژی بدید. اگر هم اولین باره که ویدیوی ما رو میبینید لطفاً دکمه سابسکرایب و زنگوله رو بزنید تا پادکست های بعدی کاربردی بعدی ما رو از دست ندید. این حمایت شماست که به ما انگیزه میده محتوای بهتری بسازیم. بسیار خوب، بریم سراغ فرمول طلاییمون، لحظه های طلایی متمرکز. منظورم چیه؟ یعنی به جای اینکه سعی کنید در تمام مدتی که خونه هستید نصفه و نیمه در کنار کودکتون باشید، در حالی که ذهنتون درگیر کار، موبایل یا کارهای خونه است، بیاید چند بازه زمانی کوتاه ولی 100% رو تعریف کنید. یه قانون هست به اسم قانون 20 دقیقه‌ای جادویی. هر روز فقط 20 دقیقه رو به عنوان زمان ویژه من و تو مشخص کنید. در این 20 دقیقه هیچ چیز دیگه‌ای وجود نداشته باشه. موبایل رو سایلنت کنید، دور از دسترستون باشه. تلویزیون رو خاموش کنید، فکر شام و کارهای فردا نباشید. تمام وجود شما، چشم‌ها، گوش‌ها و قلبتون فقط و فقط 20 دقیقه برای فرزندتون باشه. اگر کودکتون زیر 7 ساله، با هم روی زمین بشینید، وارد دنیای خیالی اون بشید. اگر عروسکش مریضه شما بشید پرستارش. اگر یه بازی دیگه داره انجام میده شما باهاش همراه بشید. ازش سوالات باز بپرسید. مثلا وای این دنیاسوره الان داره به چی فکر میکنه؟ این کار خلاقیت، توانایی حل مسئله و هوش هیجانی فرزندت رو منفجر میکنه. اما اگر کودک بالای 7 ساله با هم یک بازی فکری ساده انجام بدید. یک کتاب داستان کوتاه با هم بخونید. در مورد روزی که داشته بذارید حرف بزنه و شما شنونده باشید. به جای نصیحت همدلی کنید. مثلا بهش بگو آهان پس دوستت این حرفو زد و تو ناراحت شدی. میفهمم چه حسی داشتی.
این مکالمات کوتاه امنیت روانی و قدرت تحلیل رو در فرزند شما پرورش میده. فقط 20 دقیقه. دومین پیشنهادی که میتونم بهتون بدم، لازم نیست همیشه یک فعالیت جداگانه تعریف کنید. کارهای روزمره بهترین فرصت برای آموزش و ارتباطه. مثل زمانهایی که دارید آشپزی میکنید. از کودکتون بخواید که سبزی‌ها رو بشوره. در مورد رنگ‌ها، شکل‌ها و تعداد مواد اولیه باهاش حرف بزنید. حتی اگر یک کار رو داره نصف نیمه انجام میده، باز هم در کنارش باشید. توی ذوقش نزنید. شاید اونجوری که دلت بخواد انجام نده، اما داری بهش یاد میدی باهات همکاری کنه، کنارت باشه و با هم وقت بگذرونید. حتی اگر داری یه کار رو اشتباه انجام میده، به هیچ عنوان توی ذوقش نزنید. وقت رفتن به خرید یا مسیر بازگشت از مهد کودک مدرسه، به جای سکوت یا گوش دادن به موزیک با هم بازی کنید. یا هر کی ماشین قرمز بیشتری دید برنده است. اینجوری باهاش تعامل کنید. این بازی‌های ساده دقت و تمرکز و قدرت تخیلش رو به شدت تقویت میکنه. و مورد مهم بعدی، ذهن کودک در آستانه خواب پذیراترین حالت ممکنه داره. حتی اگر خیلی خسته هستید، 5 دقیقه زمان برای داستان شبانه معجزه میکنه. این کار نه تنها دایره لغاتش رو وسیع‌تر میکنه، بلکه پیوند عاطفی عمیق بین شما و اون میسازه و بهش کمک میکنه که با آرامش بخوابه. اگر هم وقتش رو واقعا ندارید براش داستان بگید، باهاش صحبت کنید، اینجا یه پیشنهاد ویژه براتون دارم. ما توی وبسایتمون مرکز رشد نسل درخشان مجموعه‌ای بی‌نظیر از فایل‌های صوتی برنامه‌ریزی ذهن برای کودکان 1 تا 14 سال آماده کردیم. این فایل‌ها با استفاده از تلقین‌های مثبت در حالت آرامش عمیق به افزایش اعتماد به نفس، کاهش اضطراب، افزایش تمرکز و پرورش خلاقیت فرزندتون بسیار کمک میکنه. میتونید این فایل ها رو شبها قبل از خواب براش پخش کنید و ببینید که چطوری ذهن ناخودآگاهش برای موفقیت و آرامش برنامه ریزی میشه. بهتون پیشنهاد میکنم حتما توی سایت سر بزنید و حتما وقتی که توی سایت میرید ثبت نام کنید. وقتی شما ثبت نام میکنید، از اولین تخفیف‌ها و تمام ویژگی هایی که ما برای سایتمون و اعضای عزیز سایتمون میذاریم بهره مند میشید. پس مادر عزیز، یادت باشه کیفیت نه کمیت. 20 دقیقه حضور 100% بهتر از 3 ساعت حضور نصف و نیم است. عذاب وجدان ممنوع. شما یک الگوی قدرتمند برای فرزندتون هستید. از لحظه های روزمره استفاده کنید. آشپزی، توی ماشین، بهترین کلاس درس براش میتونه باشه. قدرت خواب و دست کم نگیرید. این زمان طلایی برای برنامه ریزی ذهن کودکتونه. شما یک مادر فوق‌العاده اید. همین که الان دارید این پادکست رو گوش میکنید، یعنی رشد فرزندتون براتون مهمترین اولویته و این یعنی شما بهترین مادر دنیا برای اون هستید. به خودتون ایمان داشته باشید. شما دارید عالی عمل میکنید. ممنونم که تا پایان پادکست با من همراه بودید. اگر این صحبت ها براتون مفید بود، لطفاً اون رو برای مادران دیگه‌ای هم که میشناسید و فکر میکنید بهش نیاز دارن بفرستید. بیاید این زنجیره آگاهی و حمایت رو با هم بزرگتر کنیم و در بخش نظرات برام بنویسید که شما از چه ترفندهایی برای گذروندن وقت با کیفیت با فرزندتون استفاده میکنید. منتظر خوندن تجربه های ارزشمندتون هستم. تا اپیزود بعدی شاد و قدرتمند باشید. خدا نگهدار.